سلام، اومدم جوکر به خاطر اینکه یه تجربه جدید داشته باشم. حس کردم که جای من اینجاست. دوست داشتم مردما رو شاد کنم. میدونم که اینجا نباید بخندم، اینجوری باید باشم، اینجوری. نخندیدن سخت‌تره به خاطر اینکه واقعا آدم شکنجه میشه. من افتخار میکنم به خانومای ایرانی به خاطر اینکه وقتی جوکر زنونه دیدم خیلی حس خوبی گرفتم. زنای ایرانی چقدر شوخ‌طبعن و قدرتمندن. آقای علیخانی، من که جرئت ندارم یه چیزی بگم. من مثل خیلیا ناهید خیلی دوست داشتم و آقای رشید. تهران مال منه. یو طبقه 21. اول حس من قبل ضبط ترسناک و هیجان انگیزه. با همه ببینن دیگه. یعنی چی جوکر نبین؟ همه باید ببینن. اگه یکی بخواد بخنده من اینجوری بهش میگم نو دعواش میکنم. بعضی وقتا قراره خیلی عصبانی بشم. مردم با قسمتی که مادرمو پیدا کردم بیشتر منو میشناسن. وقتی میگم کیمیا اگه این فصل جوکر یه فیلم بود اون یکم سخته. همسایا یکم یاری کنید. اسم گلوریا در سرزمین عجایبه. من این برنامه رو به صورت قانونی نگاه کنید. مرسی. خداحافظ.